سلام دانشجوهای عزیز. امروز میخوایم راجع به موضوع برودکست رسیور صحبت کنیم یا برادکست رسیور. تا الان شما متوجه شدید که توی اندروید ما یک سری ایونت هایی داریم، مثلا گوشی به شارژر وصل شده، هندزفری بهش کانکت شده یا مسیج دریافت کرده. خب اینا هر کدوم اتفاقایی که داخل گوشی میفته به اصطلاح بهشون ایونت گفته میشه و توی پلتفرم اندروید این ایونت ها برادکست میشه به اپلیکیشن هایی که نیاز داشته باشن. مفهوم اصلی برادکست اینه که اون ایونت ها رو دریافت کنه و اگر نیاز داشته باشه باشون کارهای مختلف رو انجام بده. خب توی این تصویر میبینید که اپلیکیشن، حالا اگر به شکل جدا ببینیم از اندروید سیستم، اپلیکیشن باید ریجیستر بکنه داخل اندروید سیستم به اون ایونت هایی که قراره گوشت بده. پس اپلیکیشن باید ریجیستر کنه داخل اندروید سیستم که به چه ایونت هایی قراره گوش بده و زمانی که اون اتفاق، اون ایونت داخل پلتفرم اندروید میفته، مثل اینکه هدست وصل شده، شارژر کانکت شده، گوشی به اینترنت وصل شده، نوتیفیکیشن دریافت شده، هر چیز دیگه ای، اندروید سیستم برادکست میکنه اون ایونت رو به برادکست رسیوری که داخل اپلیکیشن ساخته شده و میخواد به اون ایونت گوش بده. پس در حقیقت برادکست رسیور یک قسمتی، یک کانسپتی در اپلیکیشن شماست که باید رسیو کنه، دریافت کنه اون ایونت رو از اندروید سیستم. حالا این برادکست رسیور بچه‌ها دو نوع هست، یعنی ما دو نوع برادکست رسیور داریم. یه دونه کانتکست ریجستر داریم و یه دونه منیفست ریجستر. فرقشون با هم دیگه چیه؟ فرقشون اینه که شما توی برادکست رسیور زمانی که برادکستتون رو داخل منیفست تعریف میکنید، حتی اگه گوشی شما، اپلیکیشن شما ران نشده باشه، در حال اجرا نباشه، میتونید از اون ایونت، از اون برادکست استفاده کنید. ولی داخل کانتکست ریجستر این شکلی نیست. تا زمانی که اپلیکیشن شما در حال اجرا هست به اون ایونت گوش میده و میتونید ازش استفاده کنید. اگر شما برادکست رسیور رو توی گوگل سرچ کنید، صفحه‌ای که داخل اندروید دیولپر هست بیارید، یه سری توضیحات خیلی خوبی بهتون میده و اینکه نحوه تعریف کردن برادکست رسیور توی منیفست به چه شکله، اینکه شما این تیکه کد رو بیارید داخل منیفستتون بذارید. البته اینو بدونید که از API 26 به بعد یه سری محدودیت ها برای منیفست رسیور ها گذاشته، چون بالاخره یه سری باگ‌های امنیتی داشته و باید اون رو از بین می‌بردن. در حقیقت اومدن محدودش کردن که شما نتونی هر ایونتی رو شما داخل منیفست به عنوان رسیور تعریف کنی و محدودیت‌های خیلی زیادی هم هست. شما اگه داخل گوگل سرچ کنی برادکست اکسپشن، این لینک رو باز کنید، داخلش یه سری محدودیت ها رو براتون توضیح میده که چه محدودیت هایی داره و چه اکشن هایی قابلیت اجرا داخل این منیفست ما داریم و میتونیم داخل این رسیور تعریف کنیم. حالا جلوتر باش آشنا میشید. بریم سراغ کدوم. خب میخوام یه اپلیکیشنی بنویسیم که اگر گوشی به اینترنت وصل بود، داخل این تکست بنویسه به اینترنت متصله، اگه نیست که بنویسم به اینترنت متصل نیست. خب یه آیدی میذاریم برای این تکست ویو tvma و تکست کالر رو، سایز تکست کالر رو تغییر میدیم 22 sp تکست کالر، اینم میذاریم بلک. خب
و داخل این اکتیویتی مینمون یک متدی هم درست میکنیم get internet status. خب من اینجا از یه سری کلاس استفاده میکنم، شما میتونید این تیک کد رو حفظ کنید و هر جایی ازش خواستید استفاده کنید. به این صورت که از کلاس کانکتیویتی منیجر باید استفاده کرد برای دسترسی به وضعیت اینترنت. کانکتیویتی منیجر چون کانکتیویتی منیجر یک سرویس هست، باید شما اونو از کانتکست اپلیکیشنتون به صورت یه سرویس دریافتش کنید. پس از متد get system service اونو دریافت میکنید. به اسم چی؟ از کانتکست اون رو به اسم کانکتیویتی سرویس دریافتش میکنیم. و حالا چون این یک سرویس هست و این کانتکست داخلش یک ثابت هست، حتما باید این رو کست کنید تا به یک کلاس به عنوان کانکتیویتی منیجر شناخته بشه. و داخل زمانی که این کلاس کانکتیویتی منیجر ساخته شد و به متغیرش دسترسی پیدا کردید، میتونید از طریق کانکتیویتی منیجر به یک نتورک اینفوی دسترسی پیدا کنید. به این صورت که نتورک اینفو کانکتیویتی منیجر دات get active network info. خب این کلاس زمانی که شما بزنیدش نیاز داره به پرمیژنی که توی منیفست تعریف شده باشه. شما برای استفاده از این نتورک اینفو نیاز دارید به پرمیژن اکسس نتورک استیت. اینو اگه اینجا بزنید داخل کلاس منیفستتون اینجا میتونید اینو ببینید که اضافه شده. و در ادامه ایف میذاریم، یک شرطی براش میذاریم که نتورک اینفو مخالف نال باشه و اینکه نتورک اینفو یا باید در حال اتصال به اینترنت باشه یا اتصال پیدا کرده باشه. پس اینو میزنید is connected or connecting. الان اینجا شما متصل هستید به یکی از شبکه‌های موبایل یا وای فای. ببینید شما برای اینکه داخل اندروید متوجه بشید به اینترنت متصل هستید یا نه در حقیقت خیلی کار مشکلیه. شما ممکنه وای فایتون وصل شده باشه، موبایل دیتاتون وصل شده باشه، ولی اپلیکیشن شما به DNSی که میخواید دسترسی پیدا نکنه. بنابراین شما نمیتونید بهش سرویس بدید. پس ما فقط اینجا دسترسی این که به وای فای متصل هست یا به گوشی متصل هست و میتونیم متوجه بشیم. توی این شرط باز هم میتونیم به صورت جزئی تر متوجه بشیم که داخل کدوم قسمت هست. یعنی اینکه نتورک ما از موبایل دیتا گرفته شده یا از وای فای. به این صورت که یه ایف دیگه میذارم، نتورک اینفو یه قسمتی داره به اسم get type که یک INT به ما میده. میتونیم اینجا برابر قرار بدیم با یک ثابتی توی کانکتیویتی منیجر که میتونه تایپ رو به ما بده، مثلا تایپ وای فای هست یا موبایل. میتونیم اینجا تشخیص بدیم، میگیم اگر وای فای بود این کارو بکنه، اگر else if هم میذاریم اگر تایپش موبایل بود این کارو بکنه. حالا این تکست ویو رو من میام اون بالا براش درست میکنم و اینجا مقدار دهیش میکنم. حالا میتونم اینجا اینو بکنم بولین و داخل این قسمت ها ریترن کنم true. حالا شما میتونید هر کاری خواستید تو این قسمت انجام بدید یا لاگ بزنید یا کارهای دیگه.
اسم متدمونم اشتباه نوشتیم، اینترنت استاتوس. خب اینجا یه شرطی میذاریم، میگیم اگر get اینترنت استاتوس برابر ترو بود، این تکست ویو داد set تکستش بشه app is connected to internet. اگرم متصل نبود میگیم there is no available network. حالا زمانی که اپلیکیشن ران بشه شما متوجه میشید که شما فقط زمانی دسترسی به این متد دارید که اپلیکیشن ران شده و تشخیص میده به اینترنت متصل هست یا نه. اما توی اپلیکیشن شما میخواید متوجه بشید که هر موقع اینترنتتون وضعیتش تغییر کرد به شما اطلاع رسانی کنه یا کار خاصی انجام بده که از طریق برودکست رسیور میتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم. الان نگاه کنید، اپلیکیشن ایجاد شده، ران شده، اومده بالا میگه there is no available network. حالا اینجا یه is جا مونده و اگر به اینترنت متصل شده باشه تایپ 3G به وای فای هم وصل بوده ولی نو اینترنت اکسس بوده باشه. خب ما اگه اینترنتمون قطع بود میخوایم هم الان که اینترنت قطع بشه بهمون اطلاع بده که آقا اینترنت قطعه و این تغییر کنه. خب الان میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاد. اگر بریم بیرون و دوباره وارد اپلیکیشن بشیم به اینترنت وصل نیستیم، باید دوباره اجراش کنیم کلا اپلیکیشن. میبینید که مینویسه there is no available network. خب ما با برادکست رسیور میتونیم اینو طوری پیاده سازی کنیم که هر موقعی که توی اپلیکیشن بودیم متوجه بشیم که الان وضعیت اینترنتمون تغییر کرد. به چه صورت؟ میایم یک برادکست رسیور میسازیم، میگیم برادکست رسیور و یک متدی داخلش اجرا میشه زمانی که شما یه برادکست رسیور میسازید. این متد داخلش آن رسیو دو تا گزینه داره، یک اینتنت و یک کانتکست. این اینتنت زمانی هست که شما میگید این برادکست رسیور با چه اینتنت فیلتری ریجیستر شده داخل اندروید سیستم و هر موقع اون اینتنت فیلتر یا اون ایونت اتفاق بیفته این برادکست رسیور اجرا میشه و انجام داده میشه. الان برای مثال نگاه کنید، الان داخل این برادکست رسیور برای مثال همین ایفی که اینجا نوشتیم و میایم اینجا میذاریم، میگیم هر موقع که این برادکست رسیور رجیستر شد بیاد این ایفو اجرا کنه. فقط موردی که هست باید متوجه بشیم که این اینتنت چه نوع اینتنتیه، چه نوع اکشنیه که قراره انجام بشه. میایم اینجا یه ایف دیگه میذاریم، میگیم این intent dot get action dot equals بود
connectivity manager dot connectivity action. با این مقایسهش میکنیم. اگر این اکشن اتفاق افتاده بود این ایف رو بیاد اجرا کنه. اگه چیزی دیگه ای هم بود کاری نمیخوام انجام بدم. خب حالا این ریجستر رو چجوری باید انجام بدیم؟ این برادکست رسیور رو ما باید بیایم رجیستر کنیم داخل اندروید سیستم. میگیم رجیستر رسیور. چه رسیوری رو برامون ریجستر کن؟ این برادکست رسیور رو با یک اینتنت فیلتر. حالا این اینتنت فیلتر چیه؟ میگیم نیو اینتنت فیلتر. این داخل اینتنت فیلتر یک اکشنی با از ما میخواد، یک اکشن نیمی میخواد، یک ثابتی مثل این کانکتیویتی اکشن میخواد. ما الان اینو نیاز داریم، همینو بهش اضافه میکنیم. توجه کنید که ما اگه نیاز بود مثلا اکشن های دیگه نیاز داشتیم، الان یک استرینگ دیگه، یک ثابت دیگه، میتونیم اینو بیاریم کپی کنیم بذاریم داخل این. هیچ فرقی نمیکنه با این ثابتی که ما اینجا استفاده کردیم. اکثر اکشن های برادکست رسیور داخل اینتنت هم بهشون دسترسی پیدا میکنید. نگاه کنید اکشن، اسکرین آن، اسکرین آف، هر کدومی از این اکشن ها برای خودشون قابلیت این دارن که تو برادکست رسیور استفاده بشن. نگاه کنید اکشن های خیلی زیادی هن که قابلیت استفاده داخل برادکست رسیور دارن. استثناً حالا این کانکتیویتی منیجر داخل ثابت کانکتیویتی اکشن داخل کانکتیویتی منیجر که میایم ازش استفاده میکنیم. الان برادکست رسیور ما اومده ریجیستر شده. بچه دقت کنید هر موقع برادکست رسیور ریجیستر میکنید باید شما اینو ببندیدش. حالا بحث این که الکی چیزی باز نمونه، هر چیزی که ریجیستر میکنید بعدش ببندیدش داخل آن دیستروی. این برادکست رسیور رو میایم آن ریجیسترش میکنیم. آن ریجیستر رسیور این برادکست رسیور. حالا اگه اجراش کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. There is no available network. حالا اگه اینترنت رو بهش بدیم app is connected to network اینترنت. ببینید بچه‌ها با این برادکست رسیور راحت میتونید تشخیص بدید که الان اینترنتتون تو چه وضعیتیه. میتونید اینو توی یک کلاس جدا بذارید و ازش به راحتی استفاده کنید. مثلا من میام همین یه تیکه قسمت برادکست رسیور رو بیام یک کلاس براش ایجاد کنم به اسم کانکتیویتی رسیور. میام اکستنزش میکنم از برادکست رسیور و داخلش هم میگم بیاد آن رسیو برای من کال کنه و همین کاری که اینجا کردم و اینجا انجام میدم. هیچ فرقی نمیکنه و این متدم میام اینجا اضافه میکنم. get system service نیاز داره به یه کانتکست هم بهش میدیم. و اینجا از این کانتکست استفاده میکنیم. حالا میخوایم به تکست ویو ها دسترسی پیدا کنیم. برای اینکه به تکست ویو ها دسترسی پیدا کنیم باید یک اینترفیس ایجاد کنیم. میایم اسمشو میذاریم کال بک اینترنت و
داخلش میگیم void internet status و یک بولیان هم بهش میدیم و داخل کانکتیویتی منیجر باید یک کانستراکتور ایجاد کنیم، کانکتیویتی رسیور، و داخل این کانستراکتور این کالبک رو صدا بزنیم. یک اینستنت وریبل هم براش میسازیم به اسم کالبک اینترنت value و این callback value مقدارش برابر قرار میدیم با value و اینجا داخل این if بهش میگیم اگر callback چیز کنه اینترنت استاتوس رو برگردونه با مقدار true زمانی که به اینترنت متصله و اگر به اینترنت متصل نبود مقدار فالس رو برگردونه. و داخل اکتیویتی مین هم دیگه به این نیاز نداریم، میایم از کلاس کانکتیویتی رسیور استفاده میکنیم و کانکتیویتی رسیور و باید اون کالبک رو بهش بدیم میذاریم دیس و داخل اکتیویتی میگیم ایمپلمنت کنه چی و این کالبک رو، این اینترفیس رو. و متدش رو اوورراید میکنیم. حالا اینجا اگر این استاتوس وضعیتش قرار برابر با true بود این اتفاق بیفته و اگر چیز دیگه بود این اتفاق بیفته. این کانکتیویتی رسیور هم داخل این رجیستر اضافهش میکنیم. حالا میتونیم اینجا بگیم که textView.setText بشه اگر وضعیتش true بود و اگر وضعیتش false بود. یه بار دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. There is no available network. App is connected to network. بچه ببینید این نوع اول برادکست رسیور بود، یعنی ما می اومدیم داخل اکتیویتی رجیستر میکردیم و ازش استفاده میکردیم و زمان اجرای اپلیکیشن قابلیت استفاده داشت و برامون مفید بود. اما یه زمانی میایم داخل منیفست اینو تعریف میکنیم. شما میایید داخل منیفست این رسیور رو تعریف میکنی و دیگه نیازی نداره داخل اکتیویتی مینتون بیاد اینجا رجیسترش بکنید و هر موقع که اپلیکیشن شما اجرا هم نبود داخل اندروید، داخل سیستم عامل اندروید، اون برادکست رسیور اجرا میشه و کاری که نیاز داره رو انجام میده. حالا یه نمونه کوچیک ازش براتون تو قسمت بعدی میذارم.